نزدها اولیا و مجالس در اصل تجلیل از مقام علم است، فقاهت است. کسانی که در جان میخرند تا بتوانند دین رو یاری کنند، کسانی که شروع میکنند برای کسب علم، لبیک میگویند به ندای الهی، آنجا که خداوند متعال میفرماید چرا گروهی خارج نمیشوند علم کسب کنند، به قومشان برگردند، بر اونها اطلاق کنند آنچه که فرا گرفته‌اند، شاید مردم بترسند. مردم وقتی آگاهی پیدا کردن به دین، آگاهی پیدا کردن به آنچه که در دنیا و آخرت خواهد گذشت، از عاقبت کار خود میترسند. لذا کسانی که در عرصه علم پا میگذارند و شروع به کسب علم میکنند جایگاه خاصی دارند. رسول اکرم فرمود کسی که طلب علم کند مانند آن است که روزها روز است، شبها به تهجد و دعا مشغول است. و فرمود اگر کوه ابی قبیس رو طلا کنند و در راه خدا این کوه رو انفاق کنند، ارزش و ثواب آن مانند یادگیری یک باب علم نیست. رسول اکرم با این کلام جایگاه علم رو بیان می کند. البته این رو بدانید خدا این توفیق رو به هر کسی نمی دهد، به کسانی می دهد که در ابتدای امر خالصانه درس خود رو شروع کنند، کسب علم رو شروع کنند. طلاب سه گروهند. گروهی هستند اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. پا که میگذارد بر عرصه علم میگه خدایا من امر رو به تو وامیگذارم. گروهی هستند که با حالتی وارد درس و کسب علم میشوند که دنیا گاهی جلوشان جلودار می شود. لذات دنیا، زیبایی های دنیا رو گاهی وقتا جلوشون می بینند و به تعبیر دیگر گاهی خالصانه گاه برمی دارند و گاهی پایشان می لرزد. بعضی ها علم رو شروع می کنند اما هدف خاصی ندارند. لذا می‌بینید تعارف ندارم، دنیا و روزگار شاهد است. کسب علم می‌کند، خدا مقامی رو بهش می‌دهد، ناگهان از اون مقام به زمین می‌خورد. چرا؟ چون یادش می‌رود هنگامی که بر عرصه علم گذاشت با خدا پیمان بست. خدایا من این راهی است که باید خالصانه صورت گیرد. انسان وقتی به عرصه علم می‌گذارد باید بداند صاحبی دارد که ناظر بر اعمالش است. لذا خدا نمیذاره با دینش بازی کنه. این علمای بزرگ، مرحوم آغازیا، مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، این بزرگانی که مفخره دین بودن، الگو بودن، ارتباط معنوی داشتن، اینا واقعا وقتی کلامی رو به زبان می آوردن برای خدا بود. لذا فرمود دیدم شب یکی از فروع کربلا ناله می
نگاه کردم دیدم استاد من است. فردا تو درس ازش پرسیدم آقا جان دیدم دیشب شما رو دیدم در حالی که ذکر میگفت. گفت شاگردم هنگامی که برای من مشکلی پیش می آید به امام زمان متوسل می شوم، به اهل بیت متوسل می شوم، زیارت جامعه می خوانم. لذا امام زمان به اون سید رشتی فرمود الجامعه الجامعه. اینا اهل معنا بودن، اینا گامهاشون گامهای الهی بود، لذا الگو شدن. حرم امیرالمؤمنین که وارد میشوید، قبل از اینکه به امیرالمؤمنین سلام کنید به شیخ انصاری فاتحه میخوانید. وداعی رو که با امیرالمؤمنین میکنی نهایت وداعت با شیخ انصاریه. چقدر تلاش شد کتاب رسائل و مکاسب حذف شود، اما خدا اراده کرده که شیخ انصاری باید نامش خالد بماند. فرمود شب در عالم خواب دیدم چون منسوب است به آن مرجع بزرگ میگویم که این سلاله‌ای که امروز ما به خاطر آن گرد آمدیم سلاله طاهر است، نسلی است که باعث افتخار است. مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی فرمود من شب خواب دیدم که امام حسین علیه السلام فرمود کتاب آنهایی که برای من روزه میخوانند روزه خوانند دفترشون رو بده. وقتی دادم گفت فلانی رو خط بزن، سید جعفر شیرازی رو بنویس. گفت صبح که شد صداش زدم این مرجع بزرگوار، پرسیدم چه کردی؟ گفت من کتابی رو خواستم. گفتم ما در مجالس اهل بیت خیلی گریه کردیم، خیلی اشک ریختیم، بذارید برای مردم روزه بخوانیم، مردم بشنوند و گریه کنند. لذا کتاب مفتری رو خوندم، برای بچه ها روزه میخواندم. لذا اون مرجع بزرگ منتظر بود. علم که شد که دانایی که شد، وقتی پا روی معبری قرار گرفت که پیوندش با امام زمان است، خطا هم بکنی امام زمان آبروتو نگه می‌داره. فرمود دعا کرده است بر طالب علم. زمان ائمه حفظ علم به حفظ حدیث بود، به نقل حدیث بود. لذا امام صادق فرمود رحم الله زرارة بن اعین، به نص نجاشی اعین لولا زراره و نظائره لم درست احادیث ابی. خدا رحمت کند زرارة بن اعین رو، رحمت کند امام معصوم. برای انسان اگر دعا کند عاقبت به خیر می شود. لذا فرمود خدا رحمت کند تو رو زراره، که اگه تو نبودی تراث ما حفظ نمی شد. یعنی بدان طالب علم تو حافظ دینی، کسی هستی که دین رو برای مردم بیان خواهی کرد. و امام ناظر بر اعمال ماست و حرکت امام در حیاتش نشانه آن است که علم ارزش دارد. ابان ابن محمد ابن ابان ابن تغلب میگه پدر من یعنی محمد نقل میکرد من همراه با پدرم به دیدار امام صادق رفتیم. امام صادق تمام قامت ایستاد، پدر من رو در بغل گرفت، او رو با مهربانی مورد ملاطفت قرار داد و دستور داد متکایی رو بیارید پشت ابان ابن تغلب قرار بدید. این جایگاه علمه، چون حافظ احادیث بود، حافظ دین بود. حوزه علمی امروز حافظ دین است، ولی فرمود آن طلبه‌ای که با خدای متعال با امام زمان خودش
وقتی یک جایی می نشیند من جسارت نمی کنم خدمت شما، به خودم خطاب می کنم. وقتی یک جایی می نشیند امام زمان رو ناظر بر اعمالش بدانم. فرمود من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. خطاب به فضیل بن یسار فرمود امام صادق، فرمود اگر کسی میخواهد اهل بهشت رو ببیند نگاه به فضیل بکند. سوال نکردید که چرا امام روحی الفدا این جمله رو که اهل بهشت، چون فضیل بن یسار حامل احادیث اهل بیت بود، مخزن علم اهل بیت بود، ناقل علوم اهل بیت به دیگران بود، انذار میکرد قوم رو به واسطه احادیث اهل بیت، عامل به فرمان خدا بود. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، در دین تفقه کنند، بعد بیان به مردم آگاهی بدن، بگن مردم عذاب هست، عقاب هست. امام صادق فرمود رحم الله من احیا امرنا، خداوندا رحمت کن اون کسی که امر ما رو زنده نگه می‌دارد. به این بسنده نکرد امام صادق، فرمود خدایا، خطاب به خداوند متعال، گفت خدایا اینا اگر از دنیا رفتن اینا امانتن نزد تو، اینا امانتن نزد تو تا ما حاضر بشیم ادا کنیم حق اینها رو. نزع روح یکی از مواقف بسیار سخت است که حضرت ابراهیم رو وقتی خداوند متعال ذره‌ای از نزع روح رو به او نشان داد، گفت خدایا گناهکارانت رو اگر بخوای با این نزع روح عذاب کنی بسته براشون. کسی که در راه دین، در راه اهل بیت، در راه حفظ تراث اهل بیت گام برمی‌دارد مورد عنایت اهل بیت است. لذا غسال فضیل بن یسار من پیش امام صادق گفت آقا من او رو غسل میدادم، او دست خود رو بر می‌داشت، بر عورت خود می‌گذاشت. فرمود این اهل بهشت است اون غسال. گفت این آنچه که نباید از دیده اشخاص، آنچه که باید از دیده اشخاص پنهان باشد در ممات خودش هم میخواهد پنهان باشد. خدا این قدرت رو داده، خدا این مقام رو به حامل علم داده، لذا در خانهش رو بست. شیخ مفید یه جوانی اومد گفت آقا جان این خانم حامله است، فوت کرده اما در شکمش طفل حرکت میکنن. گفت خب مرده دفنش کنید. بعد آمد گفت شیخونا مثل اون دفعه نشه قضیه، این جوان رو بفرستید به من بگوید که آقا فرمودن که شکم زن رو پاره کنید، بچه رو در بیارید، بعد زن رو دفن کنید. در خانه رو شیخ مفید بعد گفت عالمی که بخواهد فتوای اشتباه بدهد در خونش باید بسته بشه. امام زمان روحی الفدا توقیع نوشت، شیخ بزرگ عزیز سرور اگر اشتباه کنید ما هستیم، ما ناظریم، مشاهده میکنیم. لذا فرمود طلاب حواستون باشه، پیوندتون پیوند قوی باشه. جمع کنم مطلب رو، خیلی نمیخواستم وقت رو بگیرم، اما این سیدی که از دنیا رفته این واقعا نمونه بود از الله. ما منبر جای مدح و مجامله و اینا نیست، جای واقعیته. چون تمام این کلمات که ادا می شود همه اینا جواب داره فردای قیامت.
هر کی رو بزرگ کردی، هر کی رو پایین آوردی، اینا همش جواب داره. چرا امام معصوم وقتی ازش سوال میکنن آقا جان شقتی بعیده، من نمیتونم خدمت شما برسم، شما ما رو به کی ارجاع میدید؟ امام به کی ارجاع داده؟ به حامل تراث ارجاع داده، به حامل اهل، کسانی که احادیث اهل بیت رو حاملا ارجاع داده. لذا فرمود از زکریا ابن آدم قومی بگیر، فرمود المأمون علی الدین و دنیا. این تعبیر خیلی مهمه که این شخص در امور دین و دنیا مورد اعتماده، یعنی طالب علم هم در امور دین هم در امور دنیا به او رجوع میشه. چرا؟ چون این علم نورانیت به انسان میده. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند کس دیگر. این جمع، این محضر جمع شدیم که توسل کنیم به اهل بیت. رحم الله من احیا امرا، و به واسطه ذکر کسی که واقعا خالصانه در این راه گام. واقعا خیلی مهمه که طلبه متواضع باشه، شکسته باشه. افتادگی آموزگر طالب علمی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. فاضل بود، عالم بود، واقعا کمال داشت ولی شکسته بود، الگو بود و خدا حجت رو بر ما تمام کرد. ببین هر چقدر فاضل باشی، هر چقدر عالم باشی، دنیا همین. این قطاری است که در حال حرکت است، یکی یکی پیاده میشن. لذا فرمود همیشه یاد مرگ باشید. خدا رحمت کند رفتگان شما رو. مرحوم والد ما پنجشنبه ها میرفت قبرستان، میگفت این قبرستان رفتن یک هفته انسان رو از امور دنیوی دور نگاه میداره. اخلاق، تواضع، فضل، این که خود رو هیچ حساب نکنی. لیاقت درس خارج داشته باشی اما ندی. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه بعضی از امور ملحق بشن، دنیا تو رو بکشه. من درس رو برای خدا شروع کردم، خدا معامله با من میکنم، هر آنچه را که اراده کرده است. چه جوانی مرا ببرد من آماده ام. زهدی که این طلبه داشت، این سید داشت، زهدی که همراهش بود، اون تواضع، اون منش، اون حرکت، خیلی جذب طلبه ها میشن چون نگاه به طلبه که میکنند. البته این زمان خیلی کم شده، نورانیت رو تو طلاب میبینن. لذا من از مرحوم والدم پرسیدم آقا جان تو پسر تاجر بودی، چی شد آخوند شدی؟ گفت این صورت نورانی طلاب. این دوست ما مصداق به اقل اکتفا میکرد و آنچه که وظیفش بود عمل میکرد. و امروز پنجشنبه است، استجابت دعاست. خدایا به عزت و جلالت به مقام امیر المؤمنین اون فرق شکافته. اینا نیاز فرمود که تو وصیت‌نامه‌شون نوشته بود برای من یاسین بخونید، دعا بکنید پنجشنبه، چون روح اموات آزاد میشه، احتیاج به دعای شما داره. به پهلوی شکسته فاطمه زهرا، خدایا به سر بریده امام حسین حجت الاسلام و المسلمین سید محمد شیرازی و با محمد و آل محمد محشور بفرمایید. السلام علی السیدة الجلیلة الجمیلة. السلام على المظلومة المعصومة ذات الأحزان
المجهولة قدرها المخفية الممنوعة إرثها المضروب بوجهها المكسورة ضلعها المظلوم بعدها المقتول ولدها قال سليم قلت يا سلمان قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان تعجب کرده راست میگی وارد شدن اذن از فاطمه نگرفتم فقال وعزة الجبار اضافه بهت بگم و ما على الزهراء من خماری حتی به شادر فاطمه زهرا رحم نکردن امام زمان معذرت میخوام من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمنگهی به خانه گاهی به کوچه میزد امام زمان تعبیر شاعر اینه که ضربه ها خیلی گاهی بوده مادر من پرتاب به کوچه میشده پرتاب به خونه میشده گردیده بود کنفود همدست با مغیره او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد ببینم زینب تو فقط این صحنه رو ندیدی و الشمر جالس علی صدره الله لعنت الله بسم العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم خدایا به پهلوی شکسته فاطمه زهرا این توسل رو از ما قبول بفرما ذخیره آخرت قرار بده خدایا ثوابش رو به این تازه گذشته برسان گناهان ما ببخش